Assalomu alaykum do'stoni aziz. Dar این ویدیو موضوع بود میکنیم اگر دو وکتور جداگی باشه چه خیل کنجی بین این دو وکتور بیاوریم. خیلی ما فرمولا داریم برای کوسینوس بین دو وکتور کنجی بین دو وکتور. اگر کوسینوسی угла بیاوریم тогда کنجی افتانوسون بار ار کوسینوسی همه کنج میشه. یعنی اکن دوستانی عزیز اثبات کردن در کور که کوسینوسی AB برابر با скалярное произведение векторе А ضرب векторе B تقسیم مодولش چه حس بود میکنه. مثلا ما векторе OAB داریم направление і вектор ما همین خیلی های A با B میرود. اکنون دوستانی عزیز بیاین این طرف مثلا векторе A گیرم حرفی دقتی مودات که گیم میشه B یعنی C میگیریم. روی قاعده вектором میدونیم که مثلا направление яким векторі خی باشه دیمش خی باشه مثلا x باشه اینش y باشه اینش x جمع y میشه. برای همین وکتوری b جمع وکتوری c برابر با وکتوری a. اینجا برمیاد که c را میتونیم a minus بنویسیم. که دوستان عزیز تئورم کوسینوس را برای سکنجا میدونیم. تئورم کوسینوس را با اثبات چون در یکم ویدیو دیگه میبینین انشالله. مثلا alfa باشه ABC C kvadrat برابر A kvadrat جمع B kvadrat در 2AB کوسینوس alfa. که herhangi vektör نویسیم C موجبات A تر B در kvadrat ترازش گیریم برای مدول مینویسیم برابر مدول A kvadrat جمع مدول B kvadrat در 2 وکتوری A ضرب وکتوری B ضرب کوسینوس alfa. که دوستان عزیز A تر B یک وکتور بگیم دا A تر B را با ما میتونیم بنویسیم A تر B ضرب A تر B برابر شد مدول A kvadrat جمع مدول B kvadrat در 2A B ضرب کوسینوس alfa. اکنون A ضرب A مدول A kvadrat میشد در AB دو وکتور ضربش در B ضرب A скалярное произведение جمع B kvadrat برابر A kvadrat جمع B kvadrat در 2AB کوسینوس alfa. دوستان عزیز خیلی مدول A معناش همین که درازی A. اکنون A kvadrat جمع B kvadrat با A kvadrat جمع B kvadrat 0 میشه. اینجا دو کوسینوس alfa را این طرف بیاریم ضرب مدول A ضرب مدول B برابر با ما میدونیم که AB برابر با BA برای همین 2AB میشه ضرب اسکالیاری. از اینجا کوسینوسی alfa برابر شد A ضرب B ضرب اسکالیاری دو وکتور تقسیم مدول A ضرب مدول B.
اینجا الفا برابره با arc کوسینوس AB تقسیم مدل A ضرب مدل B. حالا کن دوستان عزیز مثلا ما vektör داریم. Vektörü A'mın koordinatoş 1 2 ve mesela daha obçisluçu gireyim. A1 A2 A2 das 3D da fazla A vektörü B'mın koordinatoş B1 B2 B2 kunci bani de vektör çmeşad A1 zarbi B1 A2 zarbi B2 A2 zarbi B2 taksimi moduli A barabar A1 kvadrat cemi A2 kvadrat cemi A2 kvadrat zarbi B1 kvadrat cemi B2 kvadrat zarbi B2 kvadrat. Yine ispati kunci bani do vektör dar fazla. دوستان عزیز یک چند سوالتون میمونه. اگر جواب بیفتین در کامنتاریا نویسین. برای چی؟ سر بیسکالری یعنی دو وکتور کوردیناتوی متناسبم و چیکار میکنیم؟ ضرب میزنیم. بعد جمعشون میکنیم. برای چی؟ همین طریقه. همین سوال جواب کوین. باز سلامت و خانه آباد باشید.